صادقانه‌شو بهت بگم، اگه فکر میکنی با گریه، زاری، التماس میتونی اون رو به رابطه برگردونی، با این کارت فقط احساس قدرت رو به اون میدی و اینکه اون میتونه دوباره بازی روانی رو با تو آغاز بکنه. ولی اگه هنوز تصمیم قطعی داری که اون رو برگردونی، این رو بدون اگه میخوای اون رو برگردونی، این چرخه دوباره تکرار میشه: جذب، سردی، تحقیر و ترک، و هر بار آسیب روانی به تو بیشتر میشه. یادت باشه خودشیفته هیچ وقت تغییر نمیکنه مگر که واقعا خودش به این باور برسه که بخواد تغییر رو در خودش ایجاد کنه، خودش دنبال درمان باشه و از یه تراپیست کمک بگیره. یه چیزم میخوام در مورد خودت بگم. شاید تو ظاهر فکر کنی که خب اینا نشانه های از عشق و حالا من عاشق شدم، اما وقتی در عمق میریم به باطن ماجرا نگاه میکنیم، اینها همه نشانه‌ای از وابستگی، زخم هایی که در کودکی، تروماهای کودکی که الان داره به این صورت خودش رو نشون میده. و در نهایت هم اگه هنوز فکر میکنی باز هم عاشقشی و دلت براش تنگ شده، تو بیشتر دلت برای خودت، برای اون احساساتی که با اون آدم داشتی یا حتی احساساتی که در دوران کودکی داشتی و در کنار این آدم به دست آوردی تنگ شده. و اینم بدون که اسم این عشق نیست، این یه زخمیه که هنوز التیام پیدا نکرده، هنوز آروم نشده و یه زخمیه از امید، وابستگی و نیاز به دیده شده. رفیق من، اینو بدون که اگه اون آدم برگرده، این چرخه درد مدام تکرار میشه. ولی اگه تو برگردی به سمت خودت، به خودت توجه بکنی، میتونی جلوی این چرخه معیوب رو بگیری. اگرم میخوای ویدیوهای بیشتری رو ببینی، لایک و سابسکرایب یادت نره.